با نصف سینه مرغ 50 تا کراکت مرغ درست کن که برای 400 گرمش بیرون 380 تومن پول ندی. اگه شاغلی و وقت برای آشپزی کردن نداری یا اصلا اگه حال و حوصله آشپزی نداری، همیشه از این کراکت مرغ تو فریزرت داشته باش که هر موقع اراده کردی توی 10 دقیقه سرخش کنی و نوش جانت کنی. سینه مرغ رو به همراه پیاز و برگبو و نمک و یکم آب بذارید بپزه. سیب زمینی رو هم به همراه نمک و آب بذارید بپزه. بعد از اینکه سیب زمینی حسابی خنک شد، پوستشو بگیرید و رنده کنید. حالا سینه مرغ پخته و ریش شده، ادویه‌های داخل کپشن، پیاز رنده شده و آب گرفته شده، سیر، آرد سوخاری، جعفری، تخم مرغ، خوب همه رو با هم مخلوط کنید. حالا دستتون رو خیس کنید و از مواد بردارید و بهش شکل بدید. 1 ساعت داخل فریزر بهش استراحت بدید. بعد از استراحت هم اول داخل آرد، بعد داخل تخم مرغ، در آخرم داخل پودر سوخاری یا پودر پانکو بزنید. تو این مرحله میتونید به عنوان غذای نیمه آماده فریزش کنید یا داخل روغن داغ سرخش کنید. به همین راحتی، خوشگلی و خوشمزگی که روش ترد و داخلش نرم و خوش‌طعمه آماده شد. سیوش کن و بفرست برای دوستات که از این اقتصادی تر نداریم. اگرم دوست داری راحت آشپزی کنی